عامل‌های اساسی بیماری دل از پس شدن فعالیت جسمانی، پرخوری، تمباکوکشی، استفاده از معیار زیادی شراب، عصبانی شوی و استعمال خوراک‌های تیزتیار میباشد. کارمندان طب اطلاع می‌دهند که اکثریت بیماران به شعبه مراجعت می‌کنند با درد دست و پای‌ها و در صورتی به متخصصان و به مؤسسه‌های تندرستی مراجعت می‌کنند که علاقه عارضه دیگر بیماری میباشد. با این دستگاه ما بسیار بیماری‌های رگ‌های خونگرد رو معاینه می‌کنیم. سالهای پیش این دستگاه نبود. ما دشواری میکشیدیم برای تشخیص موندن، برای انیق کردن تشخیص بیماران، ولی با واسطه این دستگاه ما بسیار بیماری‌های رگ‌های خونگرد، گردش خون رو معاینه میکنیم. در جای سودا بندی هست یا نیست، گردش خون هست یا نیست معاینه میکنیم و صفت بین‌نهایت خوب دارد. صفت نشان داد، صفت گردش خود رگ‌های خونگرد رو نشان میده، اندازه‌اش رو و این چنین با 3 نمود دستگاه دارد که ما با واسه دل رو دیده میتونیم، کاوکی سیفاق رو و با این دستچک ما میتونیم رگ‌های خونگرد رو بینیم. واریکوز نیز یک نمود بیماری است و طور متخصصان ابراز می‌دارند این بیماری در جوانان و زنان بیشتر به مشاهده می‌رسد. بیمار مراجعت میکند از ناحیه 5 که در بیمار در یک شبانه روز علاقه رگ‌های خونگردی داخلی محکم میشوند، خون در میبندند و در بیمار یک باره ورم شدید، کبودشوی رنگی پوست پای و کرخشه پیدا میشد در بیمار. در نتیجه تبابت نظارت علاقه ورم پای نسبتا کم شده است، علامت‌های درد و کبودشوی و پررگی برطرف شدگی‌اند. یعنی سبب اساسی همین بیماری یکی از سببش خب کم نوشیدن مایع، یعنی بیماران بسیار وقت خوراک میخورند، مایع کمتر مینوشند و بیماری‌های دیگر که همراه دارند، بیماری دل دارند، بیماری فشار بدنی دارند، این سبب میشود که رگ خونگرد محکم میشود و خون لرم در داخل رگ خونگرد ترام میشود و ورمی در بیمار پیدا میشود. گرده که یک عضو نازک بدن می باشد و سالهای آخر با بیماری مزمن گرده ها به متخصصان این مؤسسه زیادتر گردیده است. از معیار زیاد استعمال نمودن نوشاکی های اسپرتی دل را زهرآلود و ترکیب دیگر عضوهای بدن را علتناک می سازد، چنانکه که متخصصان اطلاع می دهند در نتیجه کششخوری موشک های دلسوز شده، نارسایی قلبی و نفس تنگی به عمل می آید. متخصصان ابراز داشتند که سالهای آخر مبتلا شوی به بیماری دیابت قند زیاد به مشاهده می رسد و در صورت مراجعت می کنند که علاقه در پنجه پایه ها زخم پیدا شده است که تبابت دوامناک صورت می گیرد. بیماران دیابت قند تحت نظارت متخصصان اندوکرینولوژ و قلب قرار داشته باشند از عارضه های پنجه دیابتی می مانند. اکثریت بیمارانی که با پنجه دیابتیکی مراجعت میکنند، این بیماران سابقه زیادی که در خچان دارند بیماری قند در آنها به قید گرفته شده است، هم انسولین وابسته هم انسولین نوابسته مراجعت میکنند. اینا در مرحله دیر مراجعت میکنند، یعنی در حالت گانگرین یا که سیاه‌شوی پوست پای، کرخشوی، نبودن حسیات و پیداشوی فساد بوینوک به ما مراجعت میکنند و در مرحله آخرین مرحله دکامپنساسیون که در این حالت به بیمار فقط توابت جراحی نتیجه میدهد که با بریدن انگشتان، بریدن پاپنجه به انجام میرسد. پیشگیری بیماری های گوناگون از طرز درست حیاتی سالم، رعایت گیگین شخصی وابستگی زیاد دارد. تمام بیماری هایی که در وجود انسان پیدا می شود ارثی نیز شده می تواند، یعنی واریکوز نیز ارثی است و نفرانی که از این بیماری اذیت دارند باید از مصلحت متخصصان شعبه مذکور استفاده نمایند. کارشناسان ساحه تندرستی قید داشتند زیاد نشستن از معیار زیاد راست ایستادن می تواند رگ‌های پایه را به واریکوز مبتلا سازد. واقعا سالهای آخر بیماری های دل و رگ‌های خونگرد به مراتب زیاد گشته و باری دیگر متخصصان تاکید می دارند که ساکنان از استعمال برزیاد خوراک‌های تیزتیار، چربدار، تماکو، نوشاکی های اسپرتی، آب‌های گازناک که به سلامتی زیان آور است خودداری نمایند. برای برطرف و پیشگیری کردن بیماری سیستم دل و رگ‌های خونگرد
مشق و تمرین، کاری سبک، زندگی آرام و آسایشته حتمی و ضرور می باشد. هنگام کار جسمانی مقدار خونی از موشک‌های دلگذرنده زیاد شده، خون از اکسیژن و ماده‌های غذایی بیشتر تامین می‌گردد و این باعث مستحکم گردیدن و تشکل یافتن موشک‌های دل می‌شود.